برای معلومات خاطررسان میکنیم که با مقصد تطبیق عملی 3 مرحله مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی تمام قشون‌های گارنیزون خاروغ از محل دائمی خدمتی خود با اشاره بانگ خطر جنگی برآورده شده موقع‌های خویش را در موضع منطقه‌های معین شده مدافعی اشغال نمودند. علاوه بر این در دایره برگزاری جمع آمد مدافعی حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری، تیاری و حالت آماده باشی تکنیک‌های مختلف زیرپوش حربی و نقلیاتی، سلاح و مهمات جنگی جزو تام‌های ساختارهای قدرتی، پرگردانی صف‌های راتا و بتالون‌ها از حساب ذخیره‌های احتیاطی و ثمراناک استفاده نمودن قوا و واسطه‌های موجوده در شرایط دشت و صحرا و راه‌های دشوارگذر و پرمانع کوهستان این منطقه مورد سنجش قرار گرفتند. رفت برگزاری مشق‌های عملیاتی استراتژی از جانب ستاد مشترک اداری قشون‌ها که به آن راهبران و نمایندگان ساختارهای قدرتی، حفظ حقوق و مقامات دولتی این منطقه شامل بودند، پوره نظارت و وابسته به عهده‌داری‌هایشان وظیفه‌گذاری کرده می‌شدند. سلسله این رزمایش نظامی در مشق‌ها و منطقه‌های حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان از جمله فرودگاه شهر خاروغ، دشت لوچ، پارشنیو، دهه دشتک ناحیه اشکاشیم، منطقه زرکلک ناحیه مرغاب و در دیگر موضع‌هایی که احتمالات تهدید خطر و عبور غیرقانونی مرزهای دولتی موجود است جریان گرفت. همزمان در هر یک شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان با نظرداشت شماره اهالی، قوه‌های احتیاطی یا خود شهروندانی در قید کمیسریات‌های حربی بوده، تکنیک‌های خارجی و دیگر لوازماتی که برای در سطح لازمه تشکیل نمودن این چاره‌بینی مهم نظامی ضرور در نقطه‌های معین شده جمع‌شوی گرد آورده شدند و آنها در مشق‌ها و نقطه‌های تعلیمی با آموزش مشغولیت‌های به جمع آمد پیش بینی شده جلب گردیدند. مجموعه مشق‌های مشترک از جانب ستاد گنرالی قوه‌های مسلح تشکیل و براه مانده شده. جریان برگزاری تمام عنصرهای نقشوی آن از طرف راهبریت وزارت مدافع نظارت، نتیجه‌گیری و بهاگذاری کرده می‌شد. تشکیل و براه ماندن چنین مشق‌های مشترک حربی اگر از یک طرف به سطح بلند گردیدن دانش و ملکه و هماهنگی نظامیان این منطقه مساعدت نماید، از جانب دیگر مسئولیت هر یک شهروند را در حمایت مرز و بوم اجدادی باز هم بیشتر می‌سازد، چون که امنیت دولت و ملت را نه کشوری بیگانه بلکه خودی ما باید تامین کنیم. از این خاطر بهر دفاع از این مرز و بوم با مسئولیت بلند ما باید در حالت آمادگی دائمی جنگی قرار داشته باشیم. ضمن جنبست و نتیجه‌گیری نمودن دور نهایی مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی که مرحله سوم آن را در بر می‌گرفت، صبح 5 اوگوست هیئت شخصی در مشق‌ها شرکت نموده با تکنیک و لوازمات جنگی در میدان فرودگاه شهر خاروغ صف آراستند. وابسته به دستور سپارش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت‌های سیاست دفاعی کشور، بلند برداشتن قدرت مدافعی مملکت، آمادگی دائمی جزو تام‌ها برای حفظ همه دستاوردهای استقلالیت، آید به هدف و ماهیت برگزاری مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی، تهدید و ظهور خطرهای جهان معاصر، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرعلی میرزا در نزد حاضرین برآمد نموده هماهنگی دائمی، دوستی و همدیگر فهمی، اجرای بیچون و چرای وظیفه‌های خدمتی، صداقت به سوگند حربی، پرزور نمودن انتظام حربی و تبادل اطلاعات و تجربه آموزی جزو تام‌های قوه‌های مسلح را در مبارزه مشترک ضد تروریستی، طلب دائمی قاطعانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اساس آمادگی قوه‌های مسلح در تحکیم صلح و امنیت سرتاسری ارزیابی کرد و با مهارت و ملکه اشتراکیان تمرین‌های وسیع نظامی در سمت عملاً اجرا نمودن همه مرحله‌های مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی بهای بلند داد. همزمان با وین یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزادانباتوف نیز در برآمد خویش برگزاری مشق‌های وسیع نظامی را در این منطقه برای امنیت دولت و ملت و حمایت مرز و بوم وطن بسیار مهم و منفعت بخش ارزیابی نمود. مراسم سپردن تحفه و مکافات‌ها یکی از بخش‌های اساسی این چاره‌بینی یا خود لحظه فراموش ناپذیر برای اشتراکیان مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی بود. آن روز به اشتراکیان فعال این چاره‌بینی نظامی رتبه‌های نوبتی حربی، مدال و افتخارنامه‌ها و دیگر تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد.
گذشت نظامی افسران و سربازان و عموما هیئت شخصی در مشق‌ها شرکت نموده از نزد منبر و هیئت‌های راهبری و فرماندهی قوه‌های مسلح و پرواز اویاسیای جنگی و نقلیاتی از بالای میدان برگزاری این چهاربینی نظامی یکی از آرایش‌های اساسی و انجام بخش مجموعه مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی در گرمزان فاروق گردید.